در حقیقت من از همین نسبتی زنهای شواهد رو بیشتر کردار بد اخلاقانه کردم. من از کرده خود پشیمانم. سوء استفاده از دین کرداری است که شخص اعتقاد و ارزش‌ها را برای منفعت شخصی و دیگر هدف‌های ناپاک استفاده می‌برد. امروزها برخی از افراد ظاهرپرست و در بند شهوت قرار داشته که خود را ملا، دعاخوان، طبیب خلقی و فالبین و سحرگر معرفی می‌کنند، خلاف ارزش‌های دین مبین اسلام عمل نموده، دست به کردارهای غیر اخلاقی، عملهای شهوانی و اعمال بد اخلاقانه میزنند. در دایره کارکرد معلومات اپراتیوی و زیر نظارت قرار دادن رفتار و کردارهای بد اخلاقانه شهروند البگیف محموراد المرادویچ، سال تولدش 1962، ساکن ناحیه یاوان، جماعت دهات ستاره سرخ، دهه پختکار، هنگام انجام دادن حرکت‌های خصوصیت شهوانی داشته با سوء استفاده از حسیات و باور دینی از جانب کارمندان میلیسای ولایت ختلان دستگیر کرده شد. معین گردید که دستگیر شده البگیف محموراد عائله‌دار، صاحب 4 زن و 11 فرزند می باشد. در عموم چند عائله دارید؟ 4 فقط یکش به رسمیت یکم 2000 سال ملا حاکم گفتن یک دملای هم دیه 2000 سال. یک تا دیگه شب ملای اینجا در یومون زندگی میکردیم، ملای هم دوم بگیم. 4 خیلی میکو کردیم در شاهدی فرزند دار. نام برده از سال 2014 تا این جانب به حیث امام خطیب مسجد جامع دهه ستاره سرخ ناحیه یاوان فعالیت نموده، با سوء استفاده از اعتقاد دینی و با بهانه دعاخوانی و کشایش کارهایشان به باوری زنان و دختران گرفتار مشکلی در آمده. نسبتشان در یک چند حالت حرکت‌های خصوصیت شهوانی داشته انجام داده است. کارافتادگان که اکثرا زنهای عائله دارند، آید به حالات همچون امام خطیب مسجد جامع دهه ستاره سرخ ناحیه یاوان فعالیت داشتن ملای شهوت پرست البگیف محموراد آگاهی داشته، او را همچون شخص دیندار و با تقوا حسابیده، عمل و حرکت‌هایش را مطابق به دین اسلام شماریدند. میگن هک شویش کاری اکتش رسیه میره و دیگرش سطح اویلویش بایرون شوی اویلشه برای اویل بایرون نشه و گفته کمک میکنم هیگم تومور تشتور کنید اوی دم میتنشه اویش میتن. در حقیقت من از همین نسبتی زنهای شواهد رو بیشتر کردار بد اخلاقانه کردم. بعداً این ملای شهوت پرست از حسیات و باوری دینی شهروندان استفاده نموده، در منزل به اجاره گرفته‌اش حرکت‌های خصوصیت شهوانی داشته و بد اخلاقانه را در وقت دعاخانه انجام داده، به ناموس و عفت زنان دست درازی کرده و نفس شهوانی خود را قانع نموده است. همچنین از جانب کارمندان میلیسیا نسبت 15 نفر شهروند که برای دعاخوانی و عملهای خرافاتی به نزد دستگیر شده البگیف محموراد می آمدند، با ماده 482 علاوه 1 پروتکل مأموری ترتیب داده شده، با مبلغ 3900 سامانه جریمه بندی کرده شدند. عین حال نسبت البگیف محموراد طبق طلبات ماده های 170 و 142 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده، تفتیشات ادامه دارد.